علیکم. تمام تا خیرتناق بس به آب. آری حالم بده. علیکم. علیکم. آقایون داداشام، من نمیدونم دیگه جلو خود نگه دارم. این یارو که تو صدا زد من با عزتون من اول برم میترسم اینجا رو کثیف کنم. آقا جون شما سن 2 سالی ازت گذشته، سن پدر ما رو داری. میخواستم ببینم من 2 ماه پیش 2 تا استامینیفون کدئین خوردم، نمیدونم الان تاثیر نمیذاره رو این، یه موقع آبرو حیثیت ما رو ببره. من تو 10-12 بار قبلی که ازدواج کردم تجربه دارم، میگن بعد آبغوره بریزی توش خونسا میکنه. من نمیدونم الان راست شم، الان برم از گور بابا کی آبغوره بکشم بیرون. اینو بگی من اتفاقی شیشه آبغوره با خودم آوردم. بیا این گل بیش نمونه است. نه این آبغوره است. بیا داغمه. اینو چیز کن روی سر کشم. نه اونو چیز کن روی. جا نداره نصفش سر کشم. نصفش بخوره اونو چیز کن روی. باشی میشه واسه من بریزی. بده جو اگه میشه یکم برام ما بریز. آقا بیا چیز کن روی. اون لوله های منو بگیر. بریم صدامون. من نمیام. چرا نمیای؟ نمیدونم دیگه بیام. آها رها شد. این پسر جلو دره ناصر رو صداش بکن، بگون تنبون راه منو برداری بیاره. باشه میگم من. آی آخه